آره مثلا بعضی کسا والا شما سختی ها را میبینین این بندی شدین، شما که بندای خوبی الله میبودین چرا بندی شدین؟ چرا مردم شما را بد میگن؟ آیت قرآن برای ما چی میگن؟ سوره عنکبوت آیت 2 و 3 است. الف لام میم. احسب الناس، آیا گمان میکنه مردم ان یترکوا، این که ترک شوند، ان یقولوا آمنا، ای که بگن ما ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، در حالی که اونا امتحان و آزمایش نشن، فتنه ها و سختی ها سر از اینا نبین. الله متعال میگه ولقد فتن الذین من قبلهم، یقینا که ما امتحان کردیم کسایی که قبل از اینا بودن. چرا یا الله امتحان میکنی؟ چرا این سختی ها را سر بنده هایت میاری؟ فلیعلمن الله، تا که معلوم کند الله متعال. الله عالم الغیب است، از قلب کلگی با خبر است، لکن بر مردم معلوم کنه. کی را معلوم کنه؟ الذین صدقوا، کسایی که راست میگن. ولیعلمن الکاذبین، و معلوم بکنه مردمای دروغگو را. کینی نفر به خاطر ازی که در سختی ها مبتلا نشه، درس قرآن نمیته، درس حدیث نمیته، عقیده را بیان نمیکنه، حق بیان نمیکنه، به خاطر ازی که در کجا باشه؟ سر کلمه لا اله الا الله تجارت میکنه. یک وقت میگه سید قطب رحمت الله علیه را در دار آویزان میکردن، به خاطر ازی که جمال عبدالناصر که بود یک رئیس جمهور طاغوت بود، یک کافر بود، یک مرتد بود، یک کمونیست بود، یک قوم پرست بود. قانونی که او ساخته بود ضد شریعت الله بود. علامه سید قطب در مقابلش خیست و گفت که تو یک طاغوت هستی، جنایتکار هستی، قانون ضد شریعت الله هست. ایره برد در زندان و بندیش کرد و بالاخره قاضیایی که همون مردار شدن رفتن، سید قطب هم رفت، کلگی میره، جمال ناصر هم رفت، و قاضیایی که فیصله کردن در حق از اونا هم رفتن، لکن کلشان در روز قیامت در مقابل الله استاد میشن، محاسبه میشن، محاکمه میشن. الله میگه لمن الملک اليوم، امروز مالکیت از کی هست؟ قدرت و قضاوت امروز ترازوی عدالت به دست کی هست؟ لله الواحد القهار. در وقت اعدام کردن از این شخصیت یک تعداد از امو شیخا بودن، ملاهای حکومت جمال عبدالناصر، بازی آمدن صاحب دوادی جان که ایرک در دار آویزان میکنن، ملخره که میپرده یاد که آمدن که جناب السید قطب اقرأ کلمت الطیب قل لا اله الا الله. او اومدن بر ازی تلقین میکنن که تو کلمه لا اله الا الله بود. او برشان گفت که او جناب مشایخ صاحب شیخای ازهر بودن دیگه، شما خواهد ازهر هم خوانده، ما به خاطر لا اله الا الله اعدام میشم و شما به خاطر لا اله الا الله مای $500 ماش میگیرید، تو اومدی بر من کلمه رو یاد میدی؟ برو کاکا جان کلمه خودت جور کن، مرا دام پرد دگردن بان که ما برم، باز روز قیامت معلوم میشه که کی حق است و کی باطل. حالا هر کس میگه دیگه صاحب من مسلمان هستم و من دیندار هستم و من فلانی هستم و شما یا تو هستین و چطور هستین و چنان هستین. مثل تابال یک 35 تا تخلص خو بر ما دادن، لکن در روز قیامت انشاءالله تعالی معلوم میشه که کی حقیقتا بلا اله الا الله یقین داره، باور داره، و کی لا اله الا الله را میفروشه و سر از تجارت میکنه. کی به خاطر لا اله الا الله شبا سختی ها را تیر میکنه و کی به خاطر لا اله الا الله در موترهای لکس، در بلدنگ های لکس زندگی میکنه. و کل ما در روز قیامت استاد میشیم و تو نشه که بگوی و امتاز اليوم ایها المجرمون، ای مجرمان، از زیر بیرق لا اله الا الله
از زیر لوای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شوین. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک شو میگه تا به صبح گریه میکرد و میره خانده میرفت که وامتاز الیوم ایها المجرم، نشک ما در جمله از یا حساب شویم، نشک دیگه مجرم نباشم. المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى والله عن ساح الدنا. احسب الناس، آیا گمان کوي خلق ان یترکو چې پریښودل سي همداسې عادي هیڅ ضرر ورته ونه رسیږي، ان یقول آمنا چې دوی وایي چې موږ ایمان راوړی، وهم لا یفتنون او دوی په فتنو کې او په سختیانو کې مبتلا نسي. ولقد فتنا الذین من قبلهم، یقینا چې موږ امتحان کړی. الله خپل قدرت او عظمت کله چې ښیي بیا ضمیر جمع راوړي. مونږ په خپل قدرت او عظمت امتحان کړی د مخکې له دوی نه نور مؤمنان هم. ولې؟ فلیعلمن الله، تر څو چې معلوم کړي الله سبحانه وتعالی ښکاره کړي خلکو ته الذین صدقوا، هغه خلک چې رښتیني خلک دي او رښتیا وایي، ولیعلمن الکاذبین، او تر څو چې الله سبحانه وتعالی معلوم کړي خلکو ته کاذبان او دروغ زنان.